салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. سلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک باز روز شنبه اومد و ما با شما در استودیوی کانال پیمان ملی تاجیکستان قرار داریم و این برنامه ما مستقیما از کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان پخش می شود و آن همزمان در کانال موقعی پیام تv نیز در قلمرو تاجیکستان نشر می شود و خیلی که از رولی که پیش از این برنامه رولی که تبلیغاتی شما دیدید، خیلی شما باید با کانالی ماهوره‌ای ما پیوست شوید و من میخواستم بار دیگر دقت تمام تماشابینان را به آن جلب کنم که این نهایت مهم است به همین کانال پیوست شدن. امروزها در قلمرو تاجیکستان در اکثر شهرها از جمله در شهر خوروغ امروز خیلی نیاز دارد به چنین یک کانال ماهوره‌ای، چون در بلکاده اطلاعاتی قرار دارد، در موصله اطلاعاتی قرار دارد، بسیار نیاز دارد. ولی در بسیار شهرها از جمله گفته ایستادم در شهر خوروغ امروز خیلی رایج شده است کانال های کابلی میگویند، کابل نت تلویزیون میگن، همون توسط همون کابل نت تلویزیون سریال های ترکی و دیگر برای مردم ما جور کردند و مردم ما اصلا امروز قریب در قطعه همین کانال های همین انتن های ماهوره‌ای نیستم
خب و امروز کماکک با سبب های تکنیکی ما مجبور هستیم که میکروفون علاوگی رو نصب کنیم با کدام سببی باشد کمی چیز تکنیکی. از همین خاطر من از همه تماشابینانی که الان در قلمرو روسیه و دیگر کشورها قرار دارند و هشت بار شما در تاجیکستان و بخصوص در شهر خوروغ سکونت دارند از آنها خواهش کنید که همان خب انتن های موارعی اشون را فعال گردانند و به شبکه ما پیوست شوند، چون با این واسطه اگر ما همه میدانید سبب از قطع کردن اینترنت در شهر خوروغ محض این است که در شهر خوروغ از همین نوارهای ما، از همین ویدیوهای ما، از همین برآمدهای ما، نه فقط ما، دیگر مبارزان با خبر نشوند و خب همون خودشون که میگن جنگ اطلاعاتی که با بدخشان اعلان کردن، در همین جنگ اطلاعاتی خب ما هم یک گفتنی های در مقابل گفته هاش داریم، در مقابل فیلم هاشون داریم و اینها نمیخواهند که این خب گفته های ما در اونجا تماشابین پیدا کنند، در اونجا شنیده شوند و اگر اینا خب و چنین درک آمدن که مردم به اینترنت هم با ما در علاقه است، یعنی ما را تماشا دارد، این یک واسطه می شود برای هر چی تیزتر اینترنت را در بدخشان و در تمام منطقه، در تمام مناطق تاجیکستان کشوده شوی و سرعت بیشتر این باعث سرعت بیشتر اینترنت می شود. اگر کانال یوتیوبی پیمان ملی پیام تیوی را شما در تمام قلمرو تاجیکستان تماشا کنید، یعنی اینا درک کنن که شما به اینترنت به یوتیوب ما را تماشا دارید، باور کنید که سرعت اینترنت هم در تمام قلمرو تاجیکستان بالا می رود. از این رو از همه تماشابینان، از همه دوستان، هموطنان خواهش کرده می شود که با کانال یوتیوب با کانال موارعی پیام تیوی وصل شوید و با ما باشید و همزمان در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان همین حالا پسند مانید. کسانی که ابونه نیستید ابونه شوید، کسانی ابونه نیستید ابونه شوید تا که خب تماشابین بیشتر داشته باشیم و هرچی تیزتر، هرچی سریعتر با همدستی هم دیگر، با همکاری با هم دیگر ما توانیم بیداری ملت را خیلی خب سرعتش را افزایش دهیم و هرچی زودتر با سر بلند به وطن برگردیم و این از همین گفتنها شروع می شود، از همین شنیدنها شروع می شود و همون در اینجا سهم خود را گذاریم که وطن روز از روز هر قدر زیادتر همین رژیم وطن را تحت کنترل داشته باشد، روز از روز ما بی‌وطن‌تر می شویم و وطن را از دست خواهیم داد. همه اونهایی که حتی امروز جانبدار همین مقامات هستند با خبر باشید که ما وطن را از دست دادیم. برای همین من از همه شما احتراماً خواهش می‌کنم که در همین پهن کردن و ترغیب پیش بردن همین نوارهای ما همکاری با ما. خب چون من باز در این هفته نیز چند موضوع رو انتخاب کردم، لیکن موضوع اساسی باز همون بدخشان باقی میماند، وضعیت بدخشان. خب در این هفته یکی از خبرهایی که اون رو هم من
عادتا به بدخشان رفت میتوانم دادن. خب چقدر که خبر دارید شهناز کاملزاده یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی هفته اسپری از آن خبر داد که در خب دخترش همراه دوگانش مورد آزار جنسی از طرف اوباش قرار گرفتند و صورتهای اون اوباشون هم نشر شد و طلب کرده شد که خب این جوانان به جوابگری کشیده شوند و بعد چند روز، بعد یک روز یا بعد 2 روز، یک روز به فکرم خبرم پخش شد که شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه ریاست کارهای داخلی از طرف ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه این اوباشا بازداشت شدند و بعدا ما درک پیدا کردیم که از همین 3 اوباش یکیش با کدام سبب از روی خط ساقط شد، یعنی از روی خط به جوابگری کشیده شدگان ساقط شد، یعنی از 3 2 نفر باقی ماند و از چی سبب باشد که اون طرف هم این یعنی این واقعیت رو پذیرفت، یعنی 3 آدم رو با کدام واسطه باشد از این روی خط بیرون کردن و نسبت 2 اوباش باقی مانده خب طبق همون اطلاعی که پخش شد چنین به نظر می رسد که موافق 237 ماده 237 قسم 1 پرونده شدند، چون که اونجا در آید جریمه سخن می رود. جریمه عادتا 237 قسم 1 اوباشی 237 اوباشی است، میده اوباشی قسم 1. ولی اگر گروه اشخاص باشد، اگر اونجا 2 نفر الکی باشند، اون نمیتواند 237 قسم 1 باشد و 237 قسم 2 می شود و در این حالت جوابگری وزنین‌تر می شود، از 2 تا 5 سال به فکرم به جوابگری کشیده می شود و آدم 3 اصلا گم شد. ببینید چخیل من این رو به بدخشان رفت می دیم. در بدخشان جزئی ترین حقوق ویرانکنی را در ساعتهای اول، در لحظه های اول نوار میکنند و در تمام شبکه ها از تمام جمهوری پخش میکنند و چنین قلمداد میکنند که این خود در همین هفته کدام 2 نفر چند نفر را با ماشین خب با ماشین بازداشت کردند و گویا سرنشین، یعنی سرنشین این اتومبیل خودرو سرخوش بوده است و از همین خاطر اونا را بازداشت کردند و حتی از مسافران هم به عباره اینترویو گرفتند. مسافرانی که اصلا در این اگر حقوق ویرانکنی هم باشد اصلا دست نداشتند، اونها را هم مجبور کردند و هر 3 همین مسافران را از طریق شبکه ها نشان دادند، اسم و نسبشون رو گفتند. یعنی در اینجا قانون یک خیل کار میکند، در اون طرف میگن که به خاطری نمیدونم حقوقی نمیدونم کیم چی بلا، اون چیزی که واقعا هم همین خیل است از گرفتن نام هاشون، یعنی آوردن نام و نسبشون خودداری کردند اول، ثانیا نام و نسب 2 نفرش آوردن، 3 اصلا گم شد و بعد او چند حقوق ویرانکنی دیگری هم بودن که از نام و نسب اونایی که حقوق ویران کردن اصلا گفته نشد. ولی در بدخشان همیشه در لحظه های اول اونها را نوار میکنند و باور کنید نوار با خواهش خود نیست، البته اونها را البته که مجبور میکنن برای نوار کردن. یعنی تا اون دمی که یک جوانی همین خیلی یک تا حد اوباش، جوانی که اوباش است به هر آسانی او را نمیشود مجبور کرد که بیاید و خب در نوار با همون
سرخمی پاسخ دهد، یعنی او را با کدام واسطه مجبور کرده ایستادند. یعنی در اینجا شکنجه روی راست الکی معلوم است. لیکن در حالتی که در دیگر منطقه ها و در دیگر حالت ها به وقوع می پیوندد، ما می بینیم که حقوق قانون در تاجیکستان دیگر خیلتر هم، یعنی به طور متمدنتر هم کار می کرده است. در دنیا واقعا همین خیل است. واقعا در میده او باشی، من جانبدار آن نیستم که همین بچه ها را بیایند و با همین یک حمقی، یک چیز کوتاه اندیشی که کردن بیایم و با خب تهمات سنگین پس زندان، پس پنجره بریم و از آنجا البته که اینها اصلاح شدن بر نمیگردند، البته بدتر خواهند شد. از همین خاطر من در اینجا از معیارهای دوگانه نسبت یک بدخشانی و نسبت دیگرها میگم و این هم یک نوع به بدخشان من ربط. خب موضوع دیگری که من میخواستم با شما در میان گذارم، ببینید هفته گذشته در تاجیکستان یگانه ضیاحی تاجیکستان تحلیل بهترین را از حکومت رانی 30 ساله رحمانوف، یکی از بهترین تحلیل هایی که در این 30 سال شنیدم، یعنی نتیجه حکومت رانی 30 ساله رحمانوف را از دهان این یگانه ضیاحی تاجیکستان همکنون میشنویم. من میخواستم کارمندان تکنیکی نوار رو پخش کنن. محترم رئیس ولایت مختار دیگر اگر شماره مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277,000 نفر را تشکیل کرده باشد، امروز سال 2021 شماره تنها مشتریان علاقه تلفنی موبیلی بیش از 8 میلیون نفر رسیده است. تنها در 10 سال اخیر برای استفاده علاقه موبیلی از جانب اهالی مملکت 30 میلیارد سامانی خراجات شده است. ما به شرکت‌های موبیلی که 90% شرکت‌های خارجی است، هر سال 3 میلیارد سامانی مبلغ داده ایستادیم. میگیم که مبلغ نداریم. فقط گپمان 30 میلیارد است. این 3 میلیارد دلار اگر این مبلغ بر نیروگاه برخورد راغون روانه میکردیم، وقت نیروگاه راغون ساخته بودیم. 3 میلیارد این پولی کم نیست. این از کیسه مردم برآمده است. اگر مبلغ نداشته باشد تلفن نمیگیرد، پولی تلفن نمیسپارد. برای این یگانه ضیاحی تاجیک، یگانه نفری که تحلیلگر در همه امور در تاجیکستان است، غیر انتظار بود بعد 30 سال حکمرانیش که همین 8 میلیون استفاده برنده علاقه موبیلی امکانیت تأمین کردن این علاقه موبیلی رو داشته باشند. واقعا هم بهترین تحلیل، بهترین
مقایسه با 30 سال حکومترانی رحمانوف. از خود رحمانوف شنیدم که رحمانوف انتظار نداشت که همین شهروند تاجیکستان در پرتو حکومترانی موفقانه 30 ساله‌اش تواند همین تلفن موبیلیش رو مبلغ گذاری کند و به طبق حسابی که به این بنده خدا پیشکش کردن 30 میلیارد تومانی شهروندان تاجیکستان در یک سال برای علاقه موبیلی مصرف میکنن. خیلی که خودش میگوید که فقط به خاطر گپ زدن، فقط به گپ زدن ما 30 میلیارد یا برابر به 3 میلیارد دلار مصرف داریم. و ببینید و باز همین 3 میلیارد را به خارجی ها میداده ایم. خیلی جالب است. یعنی مردک انتظاری نداشت که مردم همین خیل بعد حکمرانی 30 سالش چنین قدرت داشته باشند. یعنی این مطمئن است که در داخل تاجیکستان چنین معاش وجود ندارد. این تحلیلی اگر برآمدش را یعنی پیامش را تحلیل کنید رنگ شین جین پین، شما درک میکنید که این بنده خدا اصلا انتظار ندارد که در داخل تاجیکستان همین قدر معاشی است که حتی تلفن موبیلی داشته باشی. یکم او رو خریدن توانی، دوم که خریدی تو توانی هر ماه به او مقدار معین مبلغ را بگذاری تا از او صحبت کرده توانی. یعنی میگه که مردم میگن ما پول نداره، من پول داشته انکو. واقعا مردک میداند چی میگن، مردک میداند چه خیلی حکومت کرده، مردک میداند که همین خیلی قدرت مردم ندارد. و مردک در بعض جای دیگر میگه که غیر رسمی اش از رسمی زیادتر است. یعنی مبلغ‌های غیر رسمی در کیسه مردم از مبلغ‌های رسمیش زیادتر است و او مبلغ‌های غیر رسمی در کیسه مردم از کجا پیدا میشوند. این بنده خدا البته برای خودش پاسخ دارد. ببینید و این باز دویم دلیل از گفتهش خودش باز دلیل میارد که یعنی مردم تاجیکستان، یعنی اون معاشی که رحمانوف برای مردم، اون زندگی که رحمانوف برای مردم مهیا ساخته است، نمیتواند با اون معاش مردم از علاقه موبیلی استفاده برد. پس در اینجا سوال به می آمد پس از کدام حساب؟ یکم حساب غیر رسمی که اینها دارند این فساد اداری است. در اون جایی که مردم امکان رشوه گرفتن، رشوه ستاندن دارند، اونها البته که با معاش زندگی نمی کنند و او 2-3 تلفن موبیلی که دارند اصلا اساسا امینها دارند. امین رحمانوف دار و دستش همون مقامات حکومت و قدرتی و دیگرش که برای 3 زن 3 تلفن دارند و او زن اول که از او زن اول پنهانکی زن دوم سوم میگیرند، برای زن دوم و سوم علایده تلفن دارند. و این البته که خوب اگر حساب کنیم که همون اونهایی که واسطه دارن برای رشوه‌ستانی، البته اکثریت همون 8 میلیون تلفن در دست همون هاست و علاوه اونهای باقی مانده دیگره که قدرتی هر روزه داشتن اینترنت در تلفنشون 4.5 میلیون مشتری اینترنت که داره، باقی مانده شان از حساب مهاجران مهنتی. یعنی 2 اعتراف رحمانوف رو در همین یک جمله میونه.
یکمش اون که این مرد خدا، این بنده خدا باوری ندارد که در زیر حکمرانیش مردم تا این حد معاش دارند که تلفن موبیلی داشته باشند و در برای اون نرخ اینترنت که این معین کرده است و طبق همین پیامش معلوم می شود که او هنوزم بالا رفتن می گیرد تا آن دمی که این شرکت های خارجی از تاجیکستان نبرایند و با پول ناچیز تمام همان وسیله های تکنیکیشان را به رحمانوف و دختراش واگذار نمی کنند، تا همان لحظه ما و شما مجبور خواهیم بود که مبلغ انگفت بسپاریم به خاطر داشتن خب علاقه موبیلی و اینترنت. و دویمش اعتراف کرد که همه این امکانیت ها را مردم از حساب مهاجرت مهنت به دست می آورد و این خیلی 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 برای من جالب بود از همین پیام. و این پیام را خدا خواهد شاید هفته آینده ما از تحلیلی هر یک جمله این پیام را کنیم. من نمیخوام این پیام نیست، خیلی که یکی از علمان تاجیک گفت این بیشترش به دعا مانند بود از آن که به پیام مانند باشد، یعنی خواسته ها را می گفت که ما باید به چی رسیم و ما باید به استقلالیت انرژتیکی رسیم و ما باید به نمیدونم چی رسیم و یعنی باید به آن کی وظیفه دار است. این البته نامعین میماند. بعد 5 سال میگه که من گفتم کو در خاطر داره در همین تالار بود من گفتم یعنی وظیفه همین پرزیدنت 30 سال سر قدرت بوده به من گفتم شروع می شود و به من گفته بودم تمام می شود. از همین خاطر این بسیار برای من جالب. خب خبرهای من بعده در باره بدخشان می شود. خب خیلی که همگان خبر داریم امروز 1 ماه پوره می شود که گلبدین زیابیکوف به شهادت رسا. 1 ماه می گذارد. 25 نوامبر این برادر را به شهادت رساندن و امروز 25 دکبر و در طول همین 1 ماه ما شاهد چقدر پستی ها شدیم، چقدر ناعدالتی ها شدیم، چقدر توهین و تحقیر و دیگر کارها شدیم و اخیراً نمایندگان جامعه مدنی شهر خروخ به رستم امام علی مکتوب خیلی 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 مردم سودلو هست. ببینید مردم ما امروز مطمئن است. عادتاً در همین حالت ها مردم تاجیک در جستجوی قوه سیوم است و قوه سیوم رو میکوبد. یک گروه را افسانه همچون افسانه با چیز خبری میپرتاید. این البته که ساختارهای قدرتی هستند و مردم ساده هم این قوه سیوم رو میکوبد و میابد در چهره خود همین قدرتی و مردم بیچاره بدخشان هم رنگ دیگر مردم تاجیکستان بر این باور است که شاید بسیاره نمیگم که اکثریت
بسیاری از مردم بر این باور است که همین رحمانوف مردک خوب است، رستم از او بهتر است. خب اویلای رحمانوف ها خوبند، لیکن این یتیموف و دیگر گنرال های قدرتی هستند که یعنی یک دسیسه می سازند، یعنی ضد رحمانوف یا ضد رستم امامعلی کار کرده ایستادند و همین کار یتیموف است که می خواهد با این واسطه خب برای انتقال قدرت از پدر به پسر مانع ایجاد کند، چون او نمی خواهد که رستم امامعلی پرزیدنت شود و ما جامعه مدنی بدخشان باید یک مکتوب به رستم نویسیم و رستم را هشدار دهیم که این مردک در بدخشان بر ضد خودت کار کرده ایستاده است، به خبر از آن که خود رحمانوف در سر همه همین مشکلات می ایستد. ببینید با تحلیل بنده برعکس تحلیل نه، ما می توانیم عیناً همین حدس را دیگر خیلتر زنیم. رحمانوف به خاطر اونکه پیش از انتقال قدرت، پیش از به سر قدرت شناندن پسرش، وی باید پرابلم باقر را حل کند با دستی یتیموف و به یتیموف گفت است که همین پرابلم باقر و خاروق حل نکردی تو از وظیفه سبکدوش هستی. و یتیموف به یتیموف به رمضان رحیم زاده گفت است که این وظیفه شما، این منطقه را باید همین پرابلم را از بین بردارید، اگر نبرداشتید وظیفه قطعی خداحافظی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر آن که رستم همین پرابلم خروق نداشته باشد. و این وزیران قدرتی هم وظیفهشون را اجرا کرده است. به خبر از آن یتیموف رمضان رحیم زاده به خبر از آن که حل کنند حل کنند مسئله خاروق رو باقر رو نکنند حل این مسئله رو، از دو سر اینا از وظیفه آزادند. حل کردند از وظیفه آزاد می شوند، چون که برای در سر قدرت آمدن رستم بودن در کمیته دولتی امنیت ملی بودن یتیموف غیر امکان است. یعنی اگر تو پیش از آنه که رستم را رحمانوف به سر قدرت شناند، یتیموف را حتما از وظیفه آزاد میکند. فرق نیست یتیموف فاروق را پره تصرف میکند نمیکند، چی کار میکند نمیکند، حتی یتیموف طالبان را در افغانستان از سر قدرت دور کند فرق نمیکند برای رحمانوف به خاطر یا رستم یا یتیموف. این خیلی غیر امکان است که رحمانوف یتیموف را از قدرت دور نکرده رستم را به جای خود شناند و خودش به نفقه براید. این غیر امکان است. از همین خاطر همین مراجعت جامعه مدنی خاروق به رستم امامعلی این یک سادگی تاجیکانه بگویی، بدخشانانه بگویی، نمیدانم سادگی مردم کوهستان، یعنی خیلی ساده لوحانه باور داریم که رستم در این کار دست ندارد. اینها رستم و پدرش از بیرون تماشا دارند، برای اونا فرق ندارد چقدر میمورد، چقدر شهید میشود، چقدر ضرر مادی و معنوی میرسد. اونها در اینجا رنگی که در بایی بسپراول ستافکه میکنند، اونا ستافکه کردگی و ششتگی تماشا دارند.
یتیموف زور میبراید یا باقر زور میبراید. تمام. برای اونا فرق نیست کی زور میبراید و یا اصلا نگران نیست، راست بازی میکنه. و او 66 نفره که روی خطشون برآمده است، روی خطشون به دست ما رسید. روی خط دیدم، او روی خط برای نشر نیست. چی خاطر؟ اونجا نام آدمایی است که اونها در حکومت کار میکنن، نام آدمایی است که اونها اصلا جانبدار او طرفن و اگر ما او را نشر کنیم شاید سوالای پیدا شوند که نخوادم این فلانی هم در تظاهرات بود است، یعنی این روی خط شما یک فیک است. لیکن اون روی خط فیکی نیست. ببینید اکثریت برآمد کردگان در همین چند روز از تلویزیون بدخشان که برآمد میکنند و با مردم درباره او فیلم یتیموف ترغیب فیلم یتیموف میکنند و دیگر اکثریت اونها یا در همان روی خط هستند یا خشتبار اونها در آن روی. یعنی این یک واسطه برای فشار بالای همین آدم ها است که در همین نوارا برآمد کنند. بیشتر اونها برای من خیلی سوال برانگیز بود که بعضی از اونها جوان بودن، بعضی از اونها را من شخصا میشناسم. من باور نداشتم که تو این حد همین فلانی آدم تو این حد خب به جرأت بود است. لیکن بعدا میفهمم اون روی خط که گرفتم اکثریت اینها بر اثر همون روی خط ساخته شده و او روی خط هم چخیل با رادیو آزادی راه یافت و با دیگر جاها راه یافت. این هم خودشون همون مقامات خودشون هم این روی خط رو بیرون برآوردن و این دو چی دارد؟ دو مقصد دارد. یکم مقصد ترساندن مردم، همون مردمی که پگاه باز یا امروز یا پگاه آمادند که بر اثر همین چیز با تظاهرات برآید، یعنی ترساندن مردم های از تظاهرات که ما همه شما رو شناخت میکنیم، یعنی از طریق نوار میشناسیم و شما دچار مشکل میشه. یعنی اگر دفعه فرض کردیم یک هفته پس یک تظاهرات شود، مردم اکثریت مردم با رشوت اینا با حساب اینا اکثریت مردم میترسد با این میدان آمدن، چون که باز نامشون در امان روی خطی این دفعه 66 بود، اون دفعه دیگر شاید 266 باشد، یعنی در آن فهرست نامشون میبراید. این یک مقصد اساسی ترساندن مردم که ما شما را میتوانیم شناسیم. و دوم همین آدم هایی که در این تظاهرات گذشته بودند به طوری یعنی مکسیمال نمیگن با اینها فشار آوردن، به نزدیکانشون فشار آوردن. من 2014 هم در یکی از واخوری ها هم با همین سابقه داران مهنت گفته بودم که شما نمیدانید که در این به ترتیبی های عاموی که اینا بالای بچه های ما بار کرده ایستادن خویشاوندان شما هستند یا نه، جیان شما هست یا نه، نبیره شما هست یا نه، و شما حال نمیدانید که اینها در روی خطشان کی است و او روی خط میتواند از خانواده شما باشد. یکی را برای یک بیزنسمن را دوله میمونند، روی خط پسرش را نشان میتیند که پسر در فلان تظاهرات بود، از او تمام جویند. یگون رئیس جماعت، رئیس نایه، رئیس شهر، معاون رئیس شهر که یک کمی خود را میخواهد مردمی قلمداد کند و یک کمی دلسوزی نسبت مردم نشان دهد، شاید برادر زاده او، خواهر زاده او در روی خط باشد، او را همین خیلی زیر فشار میورند و همه این مردم را همین خیلی میخواه غلام کنند. یگانه دیگر یگان
یگان چی میگن، یگان سبب دیگری برای پیدا، یگان بهانه دیگری برای همین روی خط 66 نفره نیست. یگانه همین است که مردم را هر چیزی بیشتر ترسونند، چون که خودشان سخت ترسیدند از امکان سر زدن تظاهرات دیگر. طبق اطلاعی که در دست داریم، در مقابل همون میدان مرکزی، چی در شفت بام دانشگاه دولتی خورخشهر و در بام امارت که در آن مقامات محلی حکومت دولتی شهر خاروخ سکونت دارد، در بام اون هم یک تعداد خیلی زیاد سلاح و مهمات را جابجا کردند و آمادگی دارند که از همون بالاها اگر در همین میدان و گفت خودشون یک نمیوک برای به ترتیبی عمومی شود، از بالاها تیر خالی میکنند و چنین آمادگی هم دارند. یعنی اینا میخوان مردم را حدی تا حدی اکثر ترسانند. سبب همش آخران ویدیویی که برآمد همش شاهد اون شدید که من نمیخوام اون ویدیو را در همین نوار خودم مونده باشم. من خودم اون رو تماشا کردن نتوانستم و نمیخوام که فرزندای ما چنین ویدیو رو، نوارها رو تماشا کنند. خیلی مظلومانه گلبدین رو اینها قتل میکنند در همون کپروکی که او را میپرانند و با رشته میبندند و میکشانند از بالای کپروک. خیلی دهشتناک است، صحنه خیلی دهشتناک است. و خب اینا نمیخواهند که حاضر ببینید همون 10 نفر و یا 10 نفر نیستند و یا در عموم حدود 30 نفر هستند. همین بریگاده کیلرهای رمضان رحیم زاده، اینا بریگاده کیلرهای رمضان رحیم زادند. اینا در زندانهای خوجند و وحدت همین خیلی قتل عام کردند. اینها سال 2014 ماه سپتامبر در محله نوودک شهر خاروخ 2 شاگرد مرا، دلیر و سیاد را که در ماشین در درون خودرو به قتل رساندن به طور خیلی ظالمانه. اینها همون بریگاده 30 نفره است که سال 2014 در میدان شهر خاروخ هم مردم رو زیر تیر قرار دادن. و اینها همین 10-12 نفری که رفتن برای قتل گلبدین، اینا همون جزو تام مخصوص بودن و اینا رو هیچ کس به جوابگری کشیدنی هم نیست. و امروز میخواهند خب دقت توجه مردم رو به تماما دیگر سو برند و هر روز در تلویزیون بدخشان از مردم در بین مردم نفاق می اندازند. از بین مردم تمام قشرهای جامعه را از تمام منطقه ها جمع می کنند و اونها خب برآمد می کنند و البته که باعث دشنام و باعث ناراضگی قسمت دیگری از مردم می شود. و اینا می خواهند بدخشان را چند تقسیم کنند، تمام بدخشان را چند تقسیم کنند. آن چیزی که کوچکوف با تاجیکا کرد در 92، یتیموف با بدخشانی ها در 2022 کردن است. پس از 30 سال آن کاری که کوچکوف با تاجیکا کرد، همون کار یتیموف بعد 30 سال با بدخشانی ها کرد. و امروز در بدخشان ما شاهد چنین حالت شده است. و خیلی که عنوان برنامه امروزه را ما گذاشتیم، آیا پراکندگی بدخشان کفیل
یگانگی تاجیکستان شده میتواند. حاضر میخواستم از کارمندان تکنیکی ویدیو دیگری را در اینجا، نوار دیگری را اینجا مانند و اون را کمی بحث. محترم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، محترم وکیلان، حاضرین گرامی، میخواستم مراجعت ساکنان ناحیه دروز و اندیشه های خود را وابسته به وضعیتی که در مرکز ماموری شهر خاروق و ناحیه راشقله رخ داد بیان نمایم. تجربه جهانی تشکل کشورهای رو به انکشاف امروز شهادت می‌دهند که سهم شخصیت هم یک عامل اساسی پیشرفت همان زندگی مملکت است و ما امروز در مرحله نوی رشد وطن عزیزمان تاجیکستان قرار داریم و چه طوری که در پیام پیشوای معظم ملت دستاوردهای اساسی سمت‌های رشد آینده کشور معین شدند و نتیجه های فعالیت 30 ساله حکومت جمهوری را به چشم خود دیده از آنها بهره برداری می نماییم. برای مقایسه در آن طرف دریا همسایگان ما در چه احوال قرار دارند و همه شما خوب می دانید و ما باشیم در امن و ثبات و زندگی آسایشته قرار داریم. در برآمد محترم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان وضعیتی به عمل آمده بیان گردید. من هم همچون ساکن بدخشان همین وضعیت ما را نگران کرد. نوتنجی در خاروق به ترتیبی به سر و سامانی که از جانب یک گروه جنایتکاران تشکیل کرده شد باعث تشویش تمام جمهوری مخصوصا ساکنان ناحیه دروز گردید. چونین وضعیت باری اول رخ نداد. حادثه هایی که به گوش ما میرسد میبینیم نه در شهر خوجند و باختر و کلاب و رشت دیده می شود. از بریدن درخت چی عیب دارد که ما درخت را میبریم؟ پیران ما، شخصای برومند ما درخت را با یک آرزو و امید شنودند. محترم رئیس، چه خیر می شود که یک گروهی اوباشان کارمندان پروکراتورا، میلیسیا، امنیت و دیگر مقامات دولتی را به سبب در کوچه ها لط و کوب میکنند و ما در تلویزیون دیدیم که جنایتکاران حتی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خاروق را لط و کوب کرده، یعنی که قریب کشتنی بودند. وکیلان محترم، هر یکی ما را مردم انتخاب کرده است و ما باید منفعت‌های آنها را حمایت نماییم. من که از جانب 3000 ساکن ناحیه دروز انتخاب شدم باید درد مردم را به شما رسانم. امروز از دوشنبه تا دروز راه ساخته شده است که صفتش حد و کنار ندارد و راه قسمت دیگر دروز دروازه روشن در مرحله آغاز است و خاروق یکی از زیباترین شهرهای کشور امروز محسوب می‌یابد. پیشروی هست، آبادی هست، اما به ترتیبات و امنیت این آبادی ها تیز از بین می رود. ناحیه دروز از نگاه اقتصادی، جغرافی، مرزی یکی از ناحیه های استراتژیکی به حساب می رود که در دوران استقلالیت رو به پیشرفت، رو به ترقی نهاده است. از نقطه نظر اقتصادی هم مستقل بوده، دیگر قریب در داتاسیای بودجه جمهوری نیست. حتی ما با دیگر ناحیه ها در اجرای بودجه یاردم میکنیم. اما امروز از سبب بیدادگری چند جنایتکار در شهر خاروق روش ناحیه دروز هم سور شده ایستاده است. مثلا قبل از حادثه های اخیر ما با گروه صاحبکاران خطای گفتشونی داشته بودیم باید سیخ استحصال حسیب و پنیر و دیگر محصولات از گوشت و شیر را می ساختیم. بعد سر زدن به ترتیبی ها در خاروق صاحبکاران خطایی از سرمایه‌گذاری دست کشیدند. محترم وکیلان حاضرین گرامی، گرچند که خاروق تا سرگردش مسافه بسیار دور هم باشد، از بی ترتیبی در آنجا ما هم عذاب میکشیم. اکثر ما در دانشگاه های دوشنبه خوندیم، معرفت و عرف و عادت را از ساکنان پایتخت آموختیم. حاضر خاروق برای ما مرکز است. دانشگاه، بیمارخانه
мақомоти давлатӣ хулас ҳамаи чиз дорад. Аммо аз дасти ин ҷинояткорон мо метарсем фарзандони худро ба маркази вилоят равона созем. нафарони ёдӣ ки барои айёдати беморонашон ба Хоруғ меоянд ё соҳибкороне ки ба бозори шаҳри Хоруғ картошка ё дигар маҳсулот мебиёранд, яъне ки дар тарсу ҳарос қарор доранд ва гурӯҳҳои ҷиноятӣ аз тарафи гурӯҳҳои ҷиноятӣ латту кӯб карда мешаванд. ва ин чӣ ҳол аст? то кай мо вакилон хомӯш меистем ва ин бедодгариҳоро яъне ки мебардорем? дар душанбе хуҷанд, бохтар, кӯлоб, рашт ва дигар минтақаҳои ҷумҳурии қонун пурра побарҷост ва тартиботу амният таъмин мешавад. аммо дар Бадахшон 30 сол боз бедодгарӣ рафта истодааст. 3-4 ҷинояткор ки тамоми сокинони Хоруғ онҳоро медонанд, озодона мегарданд, ҳамаро таҳқир мекунанд, силоҳ доранд ва аз ҳама баъд ин ки қисми сокинон онҳоро дастгирӣ мекунанд. барои ҳимояи ҷинояткорон гирдиҳамоӣ ташкил мекунанд. агар сари роҳи гурӯҳҳои ҷиноятпеша гирифта нашавад, баъди 3-4 сол вазъият фалокатбор мегардад. муҳтарам раис, вакилони муҳтарам, ман доим аз бадахшонӣ буданам ифтихор дорам, аммо имрӯз аз дасти ҷинояткорон сари мо ҳам хам шудааст. шиносон ҳам аз хориҷи кишвар, ҳам аз дохили кишвар занг мезананд ки дар Хоруғ вазъият чӣ гуна аст. сокини ноҳияи Дарвоза дар ҳам хориҷи кишвар, ҳам дохили кишвар мепурсанд аз куҷои, аз кадом ноҳияи? мегӯяд аз Бадахшон. муҳтарам раис, оё шумо пеши роҳи ҷинояткоронро гирифта метавонед? вакили ноҳияи Ванҷ дуруст қайд карданд ки имрӯз мо маҷбурем на ба Хоруғ, балки ба вилояти Хатлон ё ноҳияҳои тобеи кишвар рӯ биёрем, мушкилоти худро онҷо ҳаллу фасл намоем. муҳтарам раис, муҳтарам вакилон, хоҳиш мекунам ки талаби маро вобаста ба таъмини тартибот ва қонуният дар шаҳри Хоруғ ва дастгиру муҷозот намудани ҷинояткоронро ба протокол ворид созед. дар сурати таъмин нашудани амну субот дар тамоми вилоят мо тақдири сокинони ноҳияи Дарвозро дар ҳайати дигар минтақа мебинем. биёед якҷо шавем. муҳтарам вакилон ҳозирини гиромӣ, шукронаи тинҷуву оромӣ, шукронаи осудаи ҳамин миллату давлат кунем. магар мо фарзандони ва набирагони Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур нестем, ки барои ҳифзу ҳимояи ватан синаи худро сипар намуданд. намебинам зарурат барои таҳлили ин аҳмақии фирмаи ҷавоби Ятимов, ки ин бандаи худо албатта ки матни омода кардаи онҳоро мехонд ва Ятимов дар чандин ҷаласаҳо дар Хоруғ аз ҳамин навъи суханҳо кардааст ва гуфтааст ки агар шумо ҳамин хел масъалабардорӣ кунед, мухторият бигӯеду дигар, мо Дарвозу Ванҷу Мурғобро ҷудо мекунем. ва бибинед, ино дар Тоҷикистон як Югославияи навро пиёда карданиянд ва ҳамааш ба хотири чӣ? Ба хотири чанд курсие ки инҳо дар онҳо такя заданд ва имрӯз ки вай Ятимов ва Рамазон Раимзода аз вазифаашон, яъне курсияшон дар зерашон меҷунбад, яъне мутмаин нестанд ки дар қудрат боқӣ бимонанд, бо ҳар воситае мехоҳанд Бадахшонро ноором созанд. ва бибинед, ин наворе ки дар ин ҷо шумо онро дидед, бинед, ягон аломат надошт. кадом ниҳоде дар Бадахшон, умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақ дорад аз парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз парлумони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон наворро сабт кунад ва пахш кунад дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз саҳифаҳои ҷаҳлӣ? бибинед, оё дар байни вакилон ягон ҷосусе буд ки бе иҷозат навор
گرفت و اون رو پهن کرد. و یا این تلویزیون بدخشان بود که به همون چیزی که نشانه تلویزیون بدخشان حتما باید در کامرای اونها، در نورگیرهای اونها نصب شده باشد. یعنی اونها که ثبت میکنند البته در کنجش باید برایت که تلویزیون بدخشان، یعنی اگر این به همون نشانه تلویزیون بدخشان، خود تلویزیون بدخشان نشر ثبت کرده باشد و به نشانه خود، این از طبق قانونگذاری چی جوابگری دارد؟ عموما آیا تحقیقات برده می شود اونایی که چند روز، یعنی 2 هفته است یا 1 ماه است که از طریق تلویزیون بدخشان از قانون میوری و قانون و روایت قانون گپ میزنند. رئیس شهر خاروخ، 3 رئیس، 4 رئیس شهر خاروخ برآمد کرد، 1 رئیس نایه شغنان برآمد، دیگر 1 رئیس نایه روشقله برآمد کرد، رئیسان جماعت ها برآمد کردند. همه شما آیا چنین سوال رو نمیگذارید که این نوار از مجلس وکیلان خلق ولایت شخیل بیرون آمد؟ چنین سوال رو نمیگذارید؟ چنین این قانون شکنی را شما ندیده ایستادید؟ یا این بنده خدا که جدای اندازی میکند در جلسه وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، 1 نفره که حتی شاید چند نفر به طرفداری شاوز نداده باشند از نام اهالی 1 ناحیه سخن میراند، آیا و کشور را، نه فقط بدخشان را، تاجیکستان را به پراکندگی دعوت میکند، آیا این جوابگری جنایی ندارد؟ و علیشیر میرزانباتوف، موقع رسمی علیشیر میرزانباتوف را جامعه مدنی شهر خاروخ، شمایی که خود را غیر سیاسی میخوانید، شمایی که بر رحمانوف پیام میدید که شما به سیاست او کاردار نیستید لیکن دیده ایستادید که به شما کاردار هستند در مجلس وکیلان خلق ولایت. شما شهر خاروخ 8 وکیل دارد در مجلس وکیلان خلق ولایت، 8 وکیل دارد. از همون 8 وکیل یگان کس آواز بلند کرد، یگان کس گفت که این عملهای غیر قانونی را خاتمه بخشید. یگان نفر پیدا شد در همین 54 وکیل ولایت. نخواد که پراکنده کردن 1 مردم، شکستن 1 مردم 1 منطقه و پراکنده ساختن اون به نفع 1 ملت باشد. البته که اینایی که این کار میکنن اینا در فکر ملت نیستند، لیکن ما و شما که خود را، شمایی که تا دیروز از چهارشنبه تنقید میکردید و از دیگرها تنقید میکردید و از بدخشانی و گلمند بودید که اونا خود را تاجیک نمیگویند، امروز صدای شما در کار است. در اینجا صدای شما در کار است. در همین از همین دشمنی، نفاق انداختن در بین تاجیکان جلوگیری باید شود. ما باید همه کسا، چی در داخل تاجیکستان بودگی ها نمایندگان جامعه مدنی، چی بیرون از تاجیکستان بودگی ها، ما باید همگی صدا بلند کنیم. نگذاریم که بچونین دسیسه های یتیموی نگذاریم که ملت ما باز پراکنده تر شود. شما اگر امروز به نیروی نظامی خود اعتماد داشته باشید، باور کنید در دل مردم که جدایی کاشتید، تخم نفاق کاشتید، او تخم نفاق
نابسته از آنه که شما قدرت دارید او رشد میکند و یک روز باعث بدبختی این ملت میشه، باعث پیدایش یک منطقه ناامن در دنیا می شود. لطفاً همه شخصان مسئول از مقامات ولایت، شهر، ناحیه، همان خیلنواری که بر ضد تظاهر کنندگان شهر خروخ کردید، انا وقت آمد برای نوارکنی جوابی در مقابل همین بنام وکیل مردمی. خب نوبت شما است. ما شما را به خدا میسپاریم تا برنامه های آینده خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.